سلام، وقت بخیر. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز من و همسرم تصمیم گرفتیم که غذای فست فود بخوریم. همیشه اکثر اوقات ما غذای سنتی میخوریم، یعنی غذا برنج خورش اینا میخوریم و خیلی کم پیش میاد فست فود بخوریم و امروز کارمون زود تموم شد. همونطور که میبینین رستوران خلوته، به خاطر اینکه ما ساعت 11 رسیدیم به دم این رستورانه و سفارش غذا دادیم که من 2 تا پیتزا مخلوط و 1 دونه سالاد سزار و 2 تا قوطی نوشابه که در مجموع شد 850 تومن. بله، گرونه نسبت به هزینه یک روز کارگر یا کارمند 320 تومنه، یعنی 3 روز کار باید بدیم یه 2 تا در واقع پیتزا بخوریم و فضاش خیلی خوب بود، عالی بود، تمیز بود و در واقع همه چی کامل بود. کافی شاپ هم داشت. این قسمت رستوران کافی شاپه، خیلی در واقع مرتب و تمیز بود. من این ویدیو رو یه بار لود کردم، متاسفانه روی این قسمت ها آهنگ گذاشتم و متاسفانه کپی رایت بهش خورد، مجبور شدم دیلیت کنم و روی این ویدیو هم باید صحبت کنم و حالا ببینید ویدیو رو، لایک، سابسکرایب و در واقع لایک زنگوله یادتون نره. تابلوهای رو برداشت، همه غذا، منوی غذا بود، قیمت ها بود، عالی بود از این لحاظ و اوکی بود، خیلی خوب بود. رسیدیم خونه چون هوا خیلی گرم بود، گرفتیم اومدیم خونه. البته هوای رستوران خیلی خنک بود، در کل چون ما بیرون بودیم خیلی گرم. این پیتزا مخلوطشه، خیلی خوب. سالاد سزارش که خیلی عالی بود. این سالاد سزار واقعی بود، بعد جا میریم سالاد سزارش. البته این یه دونه چند تا فیله مرغم جداگانه برای ما گذاشته بود که بعد بذاریم روی سالاد بخوریم که حالا اونا رو من نگرفتم. سسش هم خوب بود، همه چیش عالی بود و در واقع حالا ما پیتزا خوردیم. این فیله است، فیله‌ای که میذاریم رو سالاد سزار و عالی بود.